بچه‌ها محکم بشینید. قرار شیرجه بزنیم توی دنیای نیروی مرموزی که ما رو روی زمین نگه می‌داره. اسم این نیرو چیه؟ جاذبه. همون نیروی نامرئی که باعث میشه پاهامون محکم به زمین بچسبه و توپ مورد علاقمون وقتی بالا پرتش میکنیم دوباره پایین بیاد. یه لحظه تصور کن. بدون جاذبه همه چیز به هم میریخت. جاذبه فقط برای نگه داشتن ما روی زمین نیست. به خاطر جاذبه سطح سیاره‌ها دور خورشید میچرخن و ماه دور زمین میرقصه. جاذبه رو مثل یه باغل گنده مغناطیسی تصور کن که همه چیز رو کنار هم نگه می‌داره. یه نکته جالب، جاذبه همه جا هست. هرچی دو تا جسم از هم دورتر باشن، نیروی جاذبه بینشون ضعیف‌تر میشه. واسه همینه که جاذبه دوستت که کنارتر رو حس نمی‌کنی. اما جاذبه زمین، اونو که 100% حس می‌کنی. سر آیزاک نیوتن یادتونه. میگن وقتی یه سیب افتاد روی سرش، جاذبه رو کشف کرد. فهمید که همون نیرویی که سیب رو به سمت زمین میکشه، باعث میشه ماه دور زمین بچرخه. باورش سخته. نه. دفعه بعدی که گوشیتون افتاد یا یه برگ رو دیدین که داره میافته، از جاذبه تشکر کنید. جاذبه قهرمان گمنام زندگی روزمره مونه که همیشه پشت صحنه داره کار میکنه. جاذبه، نیرویی که همه چیز رو به هم میچسبونه. کنجکاو بمونید و به کشف کردن ادامه بدید. چون علم یعنی کشف کردن دنیای شگفت انگیز اطرافمون.